سلام بچه ها، من اومدم خیابون میرزای شیرازی که الان تو این تایم خیلی کریسمسیه. ولاگ رو میخوام از اینجا شروع کنم. امروز پنجشنبه است. یه دفعه اومدیم بیرون و یه دفعه من تصمیم گرفتم بیام اینجا و دیگه ولاگ رو با هم شروع کنیم. من اومدم یه سری از مغازه‌ها رو نگاه کردم و اینا خیلی چیزای جذابی داشتن. حتما پیشنهاد میکنم اینجا بیاین هرچه سریعتر. نمیدونم دقیقاً تا کی هستن ولی زود بیاین، هم نگاه کنین، هم میتونین اینجا عکاسی کنین، هم ازشون خرید بکنین. خیلی جذابه. من چند روزه که میخوام بیام، چند روز که نه، حدود 2 هفته است. فکر کنم اینجا 1 ماه اینا همیشه کلند و از وسطای آذر دیگه این تم کریسمسی و اینا اینجا شروع میشه تا دی ماه. 2 هفته است دارم میام. انگار مثلا میخوام برم مسافرت. هی وقت نمیشد، هی پیش نمیومد دیگه تا امروز. امروز هم هوا بارونیه، سرده، دستام داره یخ میزنه ولی ارزششو داشت. خیلی خوش گذشت، خیلی چیزای جذابی دیدیم. من سعی کردم خیلیشو براتون ویدیو بگیرم. حتما بیاین. دارم میرم کافه پارادیزو. من این کافه رو خیلی دوست دارم. شاید قبلا هم تو ویدیوها دیده باشی.
سورپرایز این غذا اینه که زیر سیب زمینی تنوری و سس‌های مختلف و بقیه مخلفات یه برگر قایم شده. داشتم ویدیو رو الان ادیت میکردم و متوجه شدم که همینجا ولاگ تموم میشه، به خاطر اینکه من دیگه باتری گوشیمم تموم شده بود. میخواستم یه نکته‌ای به ذهنم رسید وقتی داشتم ویدیو رو ادیت میکردم. انگار من کلا نمیشه گفت دو شخصیت، دو حالت دارم، یا از این ور بوم میافتم یا از اون ور بوم میافتم، یا انقدر مثلا مهربون و گوگولی و که دنیای رنگی دارم، از اون طرفم مثلا یه دنیای دیگه رو دارم. و خلاصه خودم هم هیچ وقت نفهمیدم کدوم طرفم، این طرفم یا این طرفم. مثلا دوست دارم لباسای چرمی و مشکی بپوشم، دوست دارم کارهای خیلی جدی انجام بدم، یا اینکه کلا یه شخصیت خیلی نرم و رمانتیکی دارم. خودم هم هنوز متوجه نشدم تا به این سنی که رسیدم. نمیدونم، جفتشم پذیرفتم، یعنی جفتشونم دوست دارم. به نظرم جفتشونم تو جای خودشون خیلی جذابن. همیشه یه جور بودن و توی یه حالت بودن حوصله سربره دیگه. ببخشید من یه ذره جولی پولیم، به خاطر اینکه تازه خواب بیدار شدم، به خاطر اون سرماخوردگی که توی ولاگ قبلی هم گفتم. هنوز دارم دارو و اینا میخورم، به خاطر همین یه ذرم گیج و ویجم، ولی گفتم که این یه تیکه آخر ولاگم بگیرم که ازتون خدافظی بکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. تا یه ولاگ دیگه، خدافظ.